سلام خدمت شما ملت نمک نشناس. بتول افتخار وزیر زنان نزایمان زنان و خانواده‌تون هستم که مدتی پیش با تلویزیون الجزایر نشسته و راجب شما عزیزان صحبت کردم. نه والا همه رو درست گفتم، راست و راست. در این مصاحبه کوچک که راجب حجاب و پوشش شما بود، از قول شما توضیح دادم، البته به زبان کافری هم بود که خودم هم ننوشته بودم، یه نفر دیگه نوشته بود، من حفظ کردم، همه رو بهشون گفتم که شما جوانان are youth and our young population, they love the hijab, they believe in it, they accept it as a dress code, it is part of our social norm. گفتم اصلا قبولش دارین، it's our dress code، یعنی اصلا لباس شخصی و رسمی کشور هست. آره دیگه، طرف شماها اکثریت جوانان ما عاشق حجاب هستن، دوست دارن بپوشن، اصلا به صندوقهای ووت رفته، صندوقهای رأی رفته و رأی دادن. مگه دروغ گفتم؟ آره دیگه، یادتونی انگشتر رو دیگه چی گفتم خدایا که we love to dress up like that, it is part of our belief system, we enjoy wearing hijab, if we could we would wear 3 or 4 chador over each other. گفتم اگه ما میتونستیم 4 تا چادر رو با هم میپوشیدیم. آره دیگه، یکی کمه. We love to wear a black blanket if we could. گفتم ما اگه میشد دوست داریم اصلا پتوی سیاه بپوشیم. خب زخیم خوبه دیگه، جامو معلوم نمیشه دیگه. Our majority of our young population, they ask for it, they want it. گفتم اکثریت شما خواهران دوست دارین چادر بپوشین، اصلا میخواهید، تقاضا میکنید. آره دیگه، دروغ که نگفتم که. البته یه ماینوریتی هم هست، یه اندازه انگشتای دستم که مزخرف میگن، همین کنلختان و کنپتیان اینستاگرام و اینجور. البته اون جمعیتی انگشت شماری که بامبول میارن، نمیخوان چادر سرشون کنن، حجابشون رو رعایت کنن، که البته خودشون فیلم میگیرن و عکس میگیرن میفرستن برای اون کافرنشین. راستی همسایه بچه‌مه ها، نمیدونستین؟ بچه‌م آمریکاست، داره با عروسمون. خب اونجا حجاب اونجا رو رعایت میکنن دیگه، اونجا خب حجاب خودشونو دارن. آره دیگه، اونجا حجاب خودشون رو رعایت میکنن، ما اینجا حجاب خودمون رو رعایت میکنیم. اون یه چند نفرم یه چند تا ویدیو میفرستن که مثلا بامبول اینا در میارن، اونا خیلی کمن. شما اگه الان دقت کردی باشین، بیشتر پاک دامنان اینستاگرام کنلختان، آره دیگه، اونا ولی همه با حجاب با افتخار دارن سرشون میکنن، فیلم میگیرن، از خودشون میگن که اصلا ما چقدر باهوشتر شدیم با حجاب، خانوم شدیم. مخصوصا اون توپله هستش تفلک، آره دیگه، این افتخار از خودشونه، دوست دارن. Our population, they love that, especially our Instagram celebrities. Yes, it was their choice. We didn't force them. ما کسی رو فورس نکردیم. مملکت آزادی، هر کی دوست داره چادر بپوشه، هر کی دوست نداره جرأت داره چادر نپوشه. آره جرأت داری نپوشید. آره عزیزان، راستی یکی از شما مخاطبان عزیز سوال کرده بودین که دیوار چیزی هست که میخوای بالا بری. نه والا دیوار جدیدی نیست که من بخوام بالا، یه دونه دیوار هست که در دستور هست که بالا بریم، دیوار عربستانی دیگه. آره همین
چادر میندازیم بریم بالا دیگه. وقتش که شما نگران نباشین حالا ما به کدوم دیواری میخوایم بریم بالا، چجوری از دیوار بریم بالا، خبراش میاد. من که خب بلدم، من که دستم از دیوار بالا رفتن خب راحت میرم از دیوار بالا رفتن که برای من که کاری نداره. We go straight up. Majority of Iranians, they believe in the dress code, but also, as you mentioned, a minority might also not believe